سلام، چطورین؟ این ویدیو رو دارم بعد ویدیو دشتلار میگیرم. یکم صندلی دادم عقب‌تر. بچه‌ها خوابیدم. من چون نور تو آسمان باشه نمیدونم بخوابم. فکر کنم انرژی خوردم بی تاثیر نباشه. می‌خواستم راجع به یه مسئله باهاتون صحبت کنم. فیلم‌ها و سریالایی که من صمیمانه از ته قلب دوستشون دارم. بازیگرایی که من دیوانه‌وار دوستشون دارم و می‌خوام تو این ویدیو معرفی کنم. ببینید ما یعنی به نظر من بعد از این تعداد فیلم و سریالایی که دیدم میشه گفت که کسی که میگه بهترین فیلم دنیا فلان فیلمه چرت میگه، چون قطعا پال فیکشنه. اینو حالا شوخی کردم، واقعا هیچ فیلمی به عنوان بهترین فیلم دنیا وجود نداره. ما مثلا چه میدونم یه فیلمی داریم به اسم پال فیکشن، فیلم خیلی خفنیه، واقعا من دوستش دارم. خیلی ازش بعدشون میاد، یعنی موقعی که تو جشنواره کن جایزه گرفت نصف سالن دست میزدن، نصف سالن هوش میکردن. یکی اون وسط میاد میگه that shit the piece of shit این چرا برم. کار نداریم. پال فیکشن من خیلی این فیلمو دوست دارم، یعنی شاید بالای 20 بار من این فیلمو دیدم، انقدر که دوستش دارم. نه که 20 یعنی بشینم ببینم، یا مثلا یه تیکشو میذارم دارم خونه رو جارو میکنم یا دارم ظرف میشورم، من ظرفا تمام میشه میشینم ادامهش میبینم. این از این. یک پال فیکشن. دو فایت کلاب من خیلی دوست داشتم. این فیلم که زیاده ها، یعنی بخوام بگم پدرخوانده 2، پدرخوانده 1، 12 مرد خشمگین الان مود شده تو اینستا، همه میگن با یک اتاق فلان بیسار. 12 مرد خشمگین خیلی خوبه حاجی. خیلی ما فیلم خوب داریم. من چه فیلمای خوبی دیدم، واقعا خوش به حالم. یعنی دارک نایت ها بوده تو دنیای خودش دیگه، یعنی حتی من مارولو هم نشستم دیدم برای به عنوان فان و سرگرم. اسکورسیزی میگه شهر بازی، آدم هم نیاز بعضی وقتا به شهر بازی. بخوام تو فیلم ها بگم زیاده. حتی تو فیلم های ایرانی من جدایی نادر از سیمین خیلی دوست داشتم، عبد یک روزو خیلی دوست داشتم، اتیشونیمو اونقدر دوست نداشتم. مارمولک بهترین فیلمیه که به نظر بنده بعد از انقلاب درست شده. یعنی ما فیلمی بهتر از مارمولک تو سینمای بعد از انقلاب اگر هست فیلمای کیارستمی رو بذاریم کنار، در فیلمای جدای از اون به نظر من مارمولک یکی از بهترین فیلمایی که بعد از انقلاب درست شده. در رابطه با سریال ها بخوام بگم یا ممکنه برگردم فیلمم بگم، همینه که هست. بریم سراغ سریال ها. ببینید سریالی که من خیلی دوستش داشتم آفیس بود. یعنی من فرندز رو اول دیدم با این دید که فرندز بهترین سیتکام دنیاست و مثلا من داداشم گفت آفیس رو، گفتم گمشه. یکی از دوستان محمد مشفری گفت آفیس رو، گفتم با ولم کن آفیس چیه، فرندز هست. من تهش رو دیدم. بعد آفیس رو دیدم، جاهایش بود که واقعا فرندز هم داشتن، جاهایش بود که تو واقعا با این سریال اشک میریختی. مایکل مدیر اون شعبه کاغذ فروشی، یعنی یه صنعتی که آقا سابسکرایب کن، بزن دیگه اون دکمه سابسکرایب. من دارم حرف میزنم به اوایل قرن 21 داره که هی رو به افول میره دیگه، هی کامپیوتر میاد و فلان میاد. مدیری شعبه و حالا با چالشایی که رو پیش رو داره. یکی اون بود تو سریالا. تو دراما ببین بریکینگ بد فوق العاده، بتر کال سال از اون بهتر، وستورد یه فصل اول 2 فصل اول محشر، پیکی بلایندرز اولش خوب بود بعدش دیگه خیلی اینستاگرامی شد و همه سیگار و مشروب و آهنگ و فلان. تونتون میگم که وقت ویدیو زیاد نشه، وقتتون از سر رو نیاوردید. میخوای همینجا وایسم تا ساب نکردی نرم بیام جلوتر ترسناکتر شم؟ ولی مثلا سریال سوپرانو، این سریال یک سریال درام کند اذیت کن برای کسایی که فستن فیورس بینن. آره فستن فیورس اونا شهربازی هم بدتره. این شهربازی هاست که تو بغل میدان آزادی یار پیرمرده داره اینو میچرخونه با دست داره تو چرخ. اون فستن فیورس از اون است و خیلی درامش سنگینه. یک ساعت هر قسمتش، قسمت‌های طولانی برای کسایی که سیتکام 20 دقیقه میبینن. یه ساعت خیلی کنده. مثل ببین قسمت زنبور بریکینگ بد و نصف کن، نه در اون حد نصف کن توی 6 فصل، ولی به قدری شخصیت سازی داره، به قدری دیالوگ های قوی داره، به قدری
داستان خوبه به قدری بازیگری ها. من اصلا بنده خدا آقای گاندولفینی، همین سونی سوپرانو که جدیدن حالا این سریال بهش بها داده شده، همین نقش کشتش. یعنی فصل اول میبینیش اصلا اینجوری نیست و فصله بعد تو فیلم یه آدم پرخور عصبی، تو فصلهای آخر قشنگ هیکلش گنده شده، قشنگ بزرگ شده و از تکنیکای بازیگری که این آقا زده، این آدم ریگ تو کفشش سنگ میذاشته که اعصابش بریزه به هم بتونه بهتر عصبانیت رو بازی کنه. یک موجود، این آقای سوپرانو عزیز دل ما اینجوری بوده. سریالا از اول میگم، بریکینگ بد، بتر کال سال، حتی گیم آف ترونز با وجود فصل آخر گندش، حتی گیم آف ترونز، من اینا رو خیلی دوست داشتم. آفیس رو دوست داشتم. بروکلین 99 خیلی طنز جالبی داشت. به این طنز آفیس بعضی جاهاشو باید دیده باشی، مثلا باید بقیه فیلم ها رو دیده باشی، مثلا یه سری رفرنس میزنه به این گذشته و فلان و بیسار تو سینما. ولی حالا بروکلین 99 آفیس، بروکلین 99 یا مثلا فرنز اینش کمتره. یعنی تو فرنز اتفاقی نمیفته که بگی این از این ربط داره به چیز امریکایی و فلان و بیسار. یکی دوتا مثلا عید شوک گذاریشو بگی، مثلا ما در جریان نیستیم، و عید یهودی ها چی بود همون که راست درگیرش بود، مثلا اونو بگی، اونو نمیدونه دیگه. بخوام تو سریالا بهتون بگم، شیندلر لیست تو فیلم ها رفتم، یا شیندلر لیست فوق العاده است. خب من میخوام اینجوری ویدیو بگیرم که میشه 10 ساعت دونه دونه بشینم فیلم بگم. آقا من از این به بعد سعی میکنم یه فیلمو بشینم راجبش 2 دقیقه صحبت کنم. از این یارو پسر کچله هم بدم میاد، احسان منصوری بدم میاد. بگم من از آدم موفق بدم میاد تا یه حدی. آدمی که یهو موفق میشن و خفن میشن، حسودی و بد اومدنه. این ایراد حسینه. مثلا آقای تیموتی، و من واقعا از این آدم متنفرم. من از تیموتی متنفرم. تو بیای بچه خوشگل فیلم بازی کنی، تو اینترستر هستن آقای تیموتی، اون بچگیای برادر، بچگیای پسر متیو مک‌کانهی آقای تیموتیه. این اون شروع، بعد مثلا کال می بای یور نیم و نمیدونم با آل پاچینو، با اما استون یا واتسون استون، با اینا فیلم بازی میکنه. خب من معلومه حسودی میشه، من به عنوان علاقه من به سینما حسودی میشه. ولی بعضی‌ها رو واقعا میپرستمشون دیگه، مثل آل پاچینو. این ویدیو خیلی طولانی شد، بیشتر درباره من شد در سینما و این چیزا. راجع به خودم بخوام بگم، من خیلی علاقه داشتم یه زمان به اینکه بازیگری و تئاتر و فلان و بیسار، ولی نمیشه دیگه. روزمرگی هست، چه میدونم، سانروف داره ماشین دوستمونه، روزمرگی هست، کار هست، نمیشه. خجالتی بودن هم هست. حالا اینکه راحت میام جلو دوربینم واقعا عجیبه. هی آقا میام سعی میکنم ویدیو بذارم. خیلیه، من بخوام بگم فیلم و سریال خیلیه. مثلا من راجع به شرلوک من میتونم 2 ساعت بشینم صحبت کنم، راجع به هم سریالش که آقای بندیک بازی کرده، هم فیلم، مجموعه فیلم هایش که یعنی 3-4 تا فیلم، بسیار فیلم داره شرلوک، هم راجع به اون چند تا فیلمی که آقای دوست عزیزم رابرت داونی جونیور بازی کرده. ولش کن، طولانی نکنم این ویدیو رو. همین الانش فکر کنم الان 2:57 حالا تو کات سعی میکنم تا قبل 8 دقیقهش کنم که اذیت نشید. دمتون گرم. چش و چالی این ژانری که دوست دارین و اینا هم به من بگید و که من در جریان باشم. فعلا